با قرار سرطبیب دولتی سانیتاری جمهوری تاجیکستان از 2 اکتبر تحت رقم 126 از حدود تاجیکستان به واسطه یا توسط کشورهای دیگر به روسیه سفر کردن کودکان تا 6 ساله به مدت 60 روز از زمان قبول واکسن آخرین ضد بیماری فلج کودک منع کرده شد. خبرگزاری خبر از قبل مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد این تصمیم با در نظر داشت آن گرفته شد که تا 15 سپتامبر سال 2021 دوره‌های روزهای ملی ایمونیزاسیون در جمهوری تاجیکستان بر ضد بیماری فلج انجام داده شد و طبق مشاهده ها گردش ویروس با واکسیناسیون علاقمند OPV2 در محیط اطراف از جمله در فضله کودکان واکسیناسیون شده در یک مرحله عمیق معاین کرده می شود. قرار تا 2 ماه بعد واکسن ضد فلج کودک منع کردن سفر کودکان تا 6 ساله از تاجیکستان به روسیه در حالی است که اخیراً به دلیل در حدود ولایت ساخالین روسیه یافت شدن این ویروس در بدن یک کودکی که از تاجیکستان آمده بود در ساخالین 28 کودک مهاجران تاجیک را کرانتین کردند و در چندین ولایت روسیه معرکه سراسری امکانی کودکان از فلج کودک برو انداخته شد. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در حالتهای استثنایی با در نظر داشت تا به امضا رسانیدن قرار مذکور از جانب والدین کودکان واکسینه شده تا سن 6 ساله خریداری نمودن چپته‌های هواپیمایی برای سفر به روسیه تنها با شرط در دست داشتن اجرت ضروری ایمونیزاسیون این کودکان با درجه مرحله‌های روزهای ملی ایمونیزاسیون بر ضد بیماری فلج اجازه داده می شود. در رابطه با مسئله مذکور خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی مؤسسه دولتی مرکز اکسپرتیز سانیتاری و اپیدمیولوژی نظارت در نقلیات و سرحدات وظیفه‌دار کرده شدند که توسط نقطه‌های سانیتاری و کرانتینی فرودگاه دوشنبه، کولا، بختار و خوجند در گذرگاه‌های زمینی مرز دولتی تاجیکستان با ازبکستان در شهر ترسونزاده و ناحیه‌های ولایت سوغد نظارت سفر کودکان تا سن 6 ساله از تاجیکستان به روسیه را در دوره تطبیق قرار مذکور با در نظر داشت حالت‌های استثنایی پرزور نمایند. وزارت تندرستی از والدین دعوت کرده است که قرار مذکور را نادیده نگیرند و تا انجام مهلت در آن تعیین شده از سفر با کودکان تا سن 6 به روسیه خودداری کنند. وزارت میگوید شهروندان در حالت پیدا شدن سوال وابسته به مسئله مذکور می توانند به مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتاری محله زیستشان مراجعه کنند.